افتتاح بزرگترین نقره فروشی در قلب شهر کابل. با خرید 500 گرم نقره برنده خشت نقره شوید. ما کل مال ما برند است، مارک المرمر دارم کامل کل مالای ما. سیتا که بسیار مقبول در قسمت از دوستا که هیچ تفاوت با زمرد نداره دیگه تقریبا. و یا مکسیتا که بسیار مقبول است دوستا، دیزاین متفاوت و رنگ بسیار مقبول، سرخ اناری. بله. فرمش مکمل نقره است، نقره عیار استاندارد 925. نگیناش زرکان سفید و زرکان سرخ و اناری کار شده که تایلندی هست. نگیناش مکمل زرکان الماسی هست. فرمش مکمل نقره 925 عیار است، برند المرمر است. دوستا خوبیش چی است که هم نقره است، یعنی خراب نمیشه و رنگش نمیره، ثابت است و هم قیمت خوب داره. بله مکمل خفه بند است. در خانمان داروسا یا میتونه بپوشن. بسیار یک سیتک ظریف خاص است که شاید در بازار در کابل جورش نباشه. واقعا بسیار مقبول است. دی 5 نگین است. یک شیپک خاص خود داره، یا حدودا 1100 1100 شاید تمام شد. دختر خانمای عزیز که زیاد ساعت دوست دارن، ساعت ها دیزاین مختلف داره هر کدامش. خوب است که نال ساعت های نقره برآمده، میتونین استفاده کنید تا سالهای سال رنگش هم نمیره، خراب نمیشه. ان شاء الله رنگش کل به ضمانت است. حداقل 500 گرم بخرن، 500 گرم بالاتر بخرن. ما یک تیکت قرعه‌کشی برشان میندازیم در صندوق. خودشون به دست خود میندازن و روز قرعه‌کشی کلشون هم میخوایم و باز نیم کیلو خشت ما برشان جایزه میدیم ان شاء الله. افتتاح بزرگترین نقره فروشی در قلب شهر کابل. سلام و درود خدمت تمامی شما بینندای عزیز و نازنینم. آرزو میکنم که هر کجای کره خاکی هستین خوب و صحتمند و سرحال باشین و باز هم مشو مسومی از چینل خودتان پنجره افغانستان در خدمتتان هستم. عزیزا در این برنامه قرار است که براتان یک خوشخبری بسیار زیاد عالی را اعلان کنم و همچنان در پهلوش نقره فروشی المرمر که هم به طور عمده و هم به طور پرچون فروشات دارن امروز افتتاح شد در بهترین موقعیت شهر کابل، گلبهار سنتر. عزیزای دلبیننده برنامه باشین که کدام خدمات دارن و کدام جواهرات اینا به فروش میرسانن، حتما ما را همراهی کنین و در پهلوش خوشخبری رو منتظرش باشین. لایک و سابسکرایب فراموش نکنین، بیننده برنامه باشین. وطندارای خوب نازنینم، قسمی که براتان گفتم خوشبختانه امروز باز هم در وطن ما، در کابل عزیز ما یک مکان جدید افتتاح شد که البته نقره فروشی المرمر است. یکی از نقره فروشی که کاملا متفاوت است، مکان بزرگ و خوشبختانه که هر چیزی که بخواین از الف تا یا اینجا پیدا میشه. مسئول نقره فروشی با ما هستن. سلام علیکم. سلام علیکم خبر عزیز، خوب هستین؟ تشکر. سلامت باشین. برای بینندای ما یک معرفی از خودتان داشته باشین. ما اسم احمد جلیل است، مدیر محصول نقره فروشی المرمر کابل هستم. بسیار زیاد خوشحال شدیم جلیل جان. شرکت المرمر شرکت بزرگ است که مرکزیش در دبی می باشه. در کانادا و در امریکا هم نمایندگی داره و این دفعه در کابل نمایندگی خود افتتاح کرده که در اینجا مدیر محصولش هست. بسیار زیاد خوشحال شدیم. در ابتدا تبریکتان باشه که بخیر امروز افتتاح داشتین و بسیار جای خوشحالی است از اینکه مکان‌های جدید و همچنان تجارای عزیز ما میاین و در کشور سرمایه گذاری میکنن، زمینه کار مساعد میسازن و خدمت میکنن. درباره کاروبارتان بر ما بگوین. نقرام یکی از
وسایلی است که بعد از طلاق خانم‌ها بسیار زیاد دوستش دارن. بسیار همو کسایی هستن که زیاد سلیقه نقره دارن، حتی اشخاص هستن که اصلا طلا دوست ندارن اما نقره رو بسیار دوست دارن، بخصوص هموطنای ما خارج از کشور هستن. در این شب و روز یکی خو اگر در کل بگویم نقره باب اما جای مخصوص خود داره در بین مردم ما، چی در خارج چی در خارج وطن ما چی در خارج، و هر کس یک سلیقه خاص خود داره. بدون شک. دیگه بسیاری ها هست که طلا رو خوش داره اما بعض خانم هایی هست که اصلا طلا خوش ندارن، نقره پوش می باشن. و در شب و روز یک خوشبختی به ما هست که کمک طلا نرخش بلند شده، کلی رو به طرف نقره آورده. و در پولی از خودش یک سرمایه‌گذاری هم است که چون نقره بعضا نقره نگاه میکنن به خاطر سرمایه‌گذاری هم استفاده میشه و خانم‌های عزیزم رو به نقره آوردن. ما خوب است، بازارهای ما خوب است. بسیار عالی. چقدر وقت میشه که در این بخش شما فعالیت میکنین، البته در بخش نقره؟ اصلا خب با در بخش زرگری خود تقریبا 18 19 سال میشه که ما کار میکنیم، اما بخش نقره را حدودا 5 6 سال میشه که ما کارش شروع کردیم. سابق پرچون بود، دهر پرچون بود و یک جای مکانی که مثلا به دکاندارای عزیز ما و که بسیار سرگردان بودن، هر طرف کسی از جای میخواستن متفرقه هر دو تمال از هر جای میگرفتن. ما خواستیم یک جای مکان جور کنیم که هر دکانداری که یک دکان تازه افتتاح میکنه و نمیفهمه که از کجا مال بخره، مال با کیفیت، مال استاندارد، مال برند. از ما کل مال ما برند است، مارک المرمر داره مکمل کل مالای ما. دیگه از اینجا میتونن که هر آن چیزی که کار داشته باشه، این چیزی که در ذهنش میگرده در نقره باب باشه، ان شاء الله اینجا 99% پیدا میشه. 1% به خاطر کم میکنه میشه کدام جنس نباشه. هیچ چیز 100% نیست در دنیا. بسیار خوب، عالی است. و همچنان بر ما گفتین که جنسایتون تمامش برند است. از خارج از کشور اینا رو میارین یا در داخل ساخته میشه؟ ما اصلا این از تایلند میاد، از چین میاد، از ترکیه میاد. ما اونجا با فابریکا قرارداد بسته کردیم، با کارخانه‌ای است که تولید میکنن. ما برشان نقره خشت میبریم، در مقابل اجرت با ما جور میکنن. با ما برشان گفتیم که هر جنس را با ما جور میکنه مارک خود ما رو بزنیم، چون عیاریش با ما به ضمانت میتیم و ضمانت چون در بازار نقره هر رقم از هر جای میاد، باز کیفیتش نامعلوم میباشه. به خاطر که مال ما با دیگه مالا متفاوت باشه و مشخص باشه که این مال المرمر است، به خاطر ما مارک خود در پشت هر جنس خود مارک حق است. بسیار خود المرمر حق است که هر کسی که بگه ادعا کنه که مال خراب است، اگر المرمر بود ما در مقابلش مسئول هستیم. بسیار عالی. همین نقرام بعضم و ظرافت‌های خود داره که بیشتر کسایی که میخرن و مردم عادی نمیفهمن. بله. تا اینکه تجربه نداشته باشن یا کسی برشان معلومات نده. شما عزیزا بیننده باشین، ان شاء الله تمام جنس‌ها رو به معرفی میگیریم براتون و همچنان سوالاتی که در مورد نقره است در ذهن شما تمامش جوابگو هستیم و خوشخبری هم داریم، منتظرش باشین ان شاء الله. وطندارای عزیزم، قسمی که براتون گفتم در این بخش برنامه قرار است که از محصولات و جواهرات که اینا دارن صحبت داشته باشیم. جلیل جان، کدام جواهرات در نقره فروشی شما موجود است؟ بر ما یک نام بگیرین. ما زیورات دیگه از سید گرفته، سید، دزبند، انگشتر، لاکت، گوشواره، حلقه بینی، حلقه گوش، انواع آیت الکرسی شریف به تفلکا و جوانا، لاکت به مردانه، به لاکت به بچگانه، زنجیر داریم، به بچه‌ها دزبند داریم، دیگه انگشترهای مردانه داریم. بسیار خوب. دیگه انواع چله داریم به نامزددارا، مثلا چله تازه نامزد میشن چله برشون داریم، چله زنانه داریم. دیگه رقم چله کوات نگین فول نگین است، خانم‌ها زیاد خوش میکنه. دیگه در پولیش خشت نقره داریم، کسایی که به خاطر سرمایه‌گذاری یا میگیرن در خانه خشت کار داشته باشن و خشت هم داریم. ماشاءالله. خیلی عالی است. قسمی که دوستام اول هم گفتن هر چی که بخواین اینجا ان شاء الله پیدا میشه. تمام از اینا از همون سه کشور که نام گرفتین است یا داخل کشور هم دارین؟ وطنی هم هست. ما وطنی هم کار کرده هستیم. بعضی جنس هایی که در وطن جور میشه او در کارخانه فعلا فرمایش دادیم چون تازه افتتاح کردیم. هنوز مالای ما آماده نشده. وطنی هم داریم. بسیار دیگه از ایتالیا هم از دبی هم میاریم. ما مالای دبی هم داریم. اشتراک یاد رو بگیم از جنس هایی که دیزاین دبی است، به فرمایش دبی است، او را هم داریم. از ترکیه، چین، تایلند. ایتالیا هم از ایتالیا زنجیر میاد. بیشتر نقره یا ساخت کدام کشور خوبتر است، عالی‌تر، کیفیت خوب داره؟ در حساب ظرافت یا که از خوارم زیاد فعلا تایلند بازار گرفته، چون خیلی ظریف جور میکنن، ظرافتشون بسیار بالاست، کارا و ماشینا استفاده میکنن و پسند عام مردم شده.
چون ظرافتش کار و در ضمن ارزانتر هم است، چون در تایلند هم اجوره و کار یا کس کم ارزانتر است. و بعد از تایلند باز چین هم خوب ظرافت کار میکنن در حساب دیزاین های خود. با ترکیه است. ترکیه است. بسیار خوب. با در حساب زنجیر و دزبند یا که هست باز در ظرافت کارش باز ایتالیا بالا است. ایتالیا است. بسیار عالی. قیمت های نقره چطور است؟ طلا خدای شب روز بسیار به اوجش رسیده. بله. نقره چطور؟ نقرم در حساب دیش روز اگر میال که صحبت میکنیم که امروز 20 سپتامبر و تاریخ 29 سنبله 1404 ماست. نقره در کل امروز اطلاعات موازی روان است، نرخ جهانی است که ما باید خشت بخریم، کارخانه را بتیم که جور کنه. قرار نرخ امروز ما در بازارها 220 تا 2,500 افغانی فی گرم نقره پرچون سودا میشه. باز عمده کم نرخش فرق میکنه، ارزان تر است، چون به دکاندارا حداقل یک 50 روپه 60 روپه ارزان تر بدیم که اونا به مفاد خود برد. باز نقره به دکاندار ارزان تر است. بسیار عالی. باز نرخ از کم چیز است که باید دکاندارا افشاش ها باز خوب نیست. بسیار عالی. درباره عیار نقره معلومات بدین. مثلا طلا چندین عیار داره. آیا نقره ما مترس یا نه؟ بله، در طلا که هست خوارم اصلا خشت کمی هست، خشت 999 هست یا 24 عیار که میگنش. باز همراه از اون نقره هم بس گت میشه که طلا عیارش به 18 میشه و 21 میشه. اما نقره که استاندارد است. استاندارد در کل جهان یک عیار است 925 در حساب عیار چی بگوییم فیصد 22 کرت میشه. 22 کرت میشه. اونو 2 کرت به خاطر از این بس گت میکنن که اگر 24 استفاده کنن خیلی نرم میشه. باز زود مشکنه و گپا به خاطر 2% دایش مزگت میکنه که نقره کمک خود سخت کنه زود نشکنه. 24ش 999 میشه اما فعلا یا که هست 925 است. مکمل ایتالیا 925 کار میکنه، چین، تایلند، کابل، پاکستان، ایران، کل دنیا. اما عیار استانداردش است. استاندارد سه کس. باز پایین کس کار نمیکنه چون نقره و قدر چیز بلند نداره که کس خریدن نتونه. کلش یک ارزش قیمت داره. فقط باز نظر به اجرت کار قیمت ها فرق میکنه. مثلا یک تایلندی که از اجرتش نظر به چینایی بلند است. باز ترکی که از پایین تر است اجره کارش به خاطر نظر به اون ظرافتش با نرخش هم کم تا بالا است. فعلا مثلا ترکی 180 افغانی فروش است پرچون. تایلندی و چینایی که از 2,500 تا 220 روپیه فروش است. بسیار خوب. در این بخش بر ما از سیتا شروع میکنیم عزیزا که بر ما از سیتا معلومات بدن، شما بیننده باشید. خب دوستان این قسمت تعداد زیاد از سیتا است که البته نام خدا دکان زیاد پر است ولی ما کوشش میکنیم به طور نمونه براتون نشان بدیم. و جلیل جان اینا کجایی هستن؟ یا مال میکس است، از چین و تایلند تقریبا میکس چینده شده. بسیار خوب. این سفیدا که هست یا اکثرا تایلندی میاد. بسیار خوب. درباره این صحبت میکنیم باز ان شاء الله بنابرای دربارش معلومات بتین بر ما. مثلا نگینایش چه قسم میشه و خود از یا گفتم تایلندی است. این سیت خفابند میگنش. خب خفک بلون پوشیده میشه، اکثرا با عروس خانم‌ها میگیرن. بله. و این سیت که خب مکمل نقره است، به حساب اندامش و کلش فرمش مکمل نقره هست. فقط نگینه سفیدش به نام زرکونیا یاد میشه. زرکان است که یا نگینای اصلی خلماس است. دیگه باز چین مصنوعی هستی در لابراتوار جور میشه. قیمتش هم به اساس نقره هست، یعنی قیمت نگین رو نیست که نگین شیشه است به قیمت نداره. قیمت از قاعده نقره قیمت داره، ارزش شباب میگم. و این زرکون میگن سفید. با هر رنگ داره، رنگ سبزش هم است، رنگ سرخش هم است. به نظر من هر رنگ جور میشه. این باز رنگ سفیدش است. بیشتر فکر کنم در نقره از این نگین استفاده میشه. بسیار عالی. میشه که باز از سنگای قیمتی که از اونها استفاده شود در نقره؟ 100%. اینول بعض دکاندارا بعض مشتری‌ها هستند که فرمایش میتن. مثلا میگن که نگینایش رو سکنین با ما نگین اصل برتین. بله. باز دو پرچم فروش‌ها این کارو میکنن. پرچم فروش‌ها اکثرا نگینایش تبدیل میکنن با لاجورد، با فیروزه، با عقیق،
با نگینای دیگه که مثلا زمرد، زمرد یا نگینایی که مثلا کمکار است، سیتا خورد موکس کمکار است، 4 نگین 5 نگین داره، بودر زمرد میندازن یا بیروش وطنی میندازن یا قط میندازن. بله. بودر پرچم فروشا میکنن. بسیار خوب. از ما با مکمل تنها نقرهش هست، نگین تبدیل نمیکنیم. این قیمت های زیاد با نظر به وزنشان است یا متفاوت می باشد؟ آها، قیمت یا به اساس وزن است. ما با دکانداران به وزن میتونیم، دکانداران به وزن سودا میکنن. دکان مکمل به وزن است. بسیار عالی. و یک سیتا که بسیار مقبول در قسمت است دوستا که هیچ تفاوت با زمرد ندارد، اگر تقریبا رنگش بیخی مثل زمرد وارست و یک چیزی که خاص و مقبول است. یام تایلندی است؟ یام تایلندی هست، جنس تایلندی است، بسیار با ظرافت خاصی به هرمایش خود ما ساخته شده. بسیار عالی. شما اگر مارکشون ببینید که ما بیشتر گفتم که ما برند داریم، اینجا مارک المرمر برند شده. اگر شما کامرا را زوم کنید خود مارک المرمر است. این در این طرفش هم عیارش است، عیارش 925 و چیزش هم که است المرمر. بسیار عالی. یعنی عزیزا وقتی که از المرمر خریداری میکنین در کاملا خیالتون راحت باشه، جنس اصل و با کیفیت با ضمانت برشان داده میشه. بلام حتما نوشته میکنین دیگه. بسیار خوب. قیمت های از اگر تخمینی بگوین باز چقدر خواهد؟ این حدودا در دکانا به پرچون خانه 6000 الی 7000 سودا میشه. بسیار خوب. با دکاندار بود ما ارزان تر حساب میکنین. ارزان تر هم در صورتی که زیاد بگیرن دیگه. خب دکاندار مسئلهش علیده است که 5 تا میخرن، 2 تا 3 تا 5 تا و با نظر به ضرورت خود میگیرن. مثلا یک دکاندار من میگه سیت 1 تا بتونید، 2 تا بتونید، 5 تا بتونید، اون ضرورت خود میگیره که هر قدر شد بود ما یک قیمت داشتن سال. بسیار عالی، بسیار زیبا. و یا مکسیتا که بسیار مقبول است دوستا، دیزاین متفاوت و رنگ بسیار مقبول، سرخ اناری. بله. درباره ازی برام بگین؟ یا مکسیتا که چینایی است، چین ساخته شده. بسیار کارخانه است که اصلا یا زیر اثر تایلند گفته میشه دیگه. هنگ کنگ، تایلند، چین که با هم همسرحد هستند. بازی کارگرای تایلندی است که در چین جور میکنن. بسیار خوب. در چین جور میکنن به ما که کمک اجورش پایینتر به نظر به تایلند. به او خاطر هم چیز است. عین قصص فرمش مکمل نقره است، نقره عیار استاندارد 925. نگیناش زرکان سفید و زرکان سرخ و اناری کار شده که سرخش به حساب یاقوتی میگن، زرکان یاقوتی و سفیدش زرکان الماسی میگن. بسیار خوب. این که اجورش کم میگیرن در خود نقره خود عیارش تفاوت نه فقط ما نقره خودمون خشت میتیم نشانم. ما خشت بود بعدا نشان میتیم. ما اول از کارخانه فابریکی که خشت تولید میکنه خشت میخریم، میریم به فابریکا میتیم، باز فابریکا نظر به اون عیار که تو فرمایش بیتی جور میکنه. چین و تایلند یا که هستن شما هر عیار که بگی بر جور میکنه. اما ما استاندارد 925 است، 925 است. بسیار و عیارش مکمل با ضمانت است و چیز است. اجورش نظر به کشورها فرق میکنه. بعضی کشورها مثلا برقش و کرایه دکان و مسئله دیگه‌شون که تاکسیشون پایین باشه اجرت هم پایین میگیرن یا اجوری هم کارگرایشون پول کم میگیرن. بسیار عالی. و دوستای عزیز در این قسمت هم یک سیت بسیار مقبول است که البته برنامه‌ای که ما قبلا داشتیم از الماس فروشی ها عین همین چیز شاید شما دیده باشین در برنامه و این هم بسیار تفاوت نداره با مو ظرافت و زیبایی ساخته شده. خب یام تایلندی است یا تایلندی هست، همون نگینش مکمل زرکان الماسی هست، فرمش مکمل نقره 925 عیار است، برند المرمر است. دیگه ما اکثرا چیزا رو فرمایش میکنیم. بعضی دکاندارای ما یا مشتریای ما هستند میگن از نیست از فیسبوک یا پیدا میکنه میگه خوب فروش داره. طور که خودمون گفتیم که مثلا دکان الماس فروشی است، نگینش الماس بوده. اگر الماس هم بوده چون مشتری از ما تقاضا کردن ما عین چیز نقرهش جور کردیم. بسیار مقبول. نگینه زرتونیا باشه و یک نفر بپوشه ازش. بله دوستا خوبیش چی است که هم نقره است یعنی خراب نمیشه و رنگش نمیره، ثابت است و هم قیمت خوب داره. دیزاینشون مثل الماس واره که بپوشین و بوین الماس است کس نمیفهمه. الماس رو در چیز کرد در اروپا از اینکه استفاده میکنن طلای سفید همراه الماس کار میکنن. همراه الماس کار. طلای حکم نهایی قیمت شاید همیشه در حدود $1,00,000 باشه. بله. $1,00,000 شاید بالاتر باشه. اگه الماس باشه و طلای سفید باشه. اما در افغانستان کالی به ما جور کردیم این شاید حدود 5,000 افغانی یا 6,000 افغانی شد. بله. واقعا دوستا هم مقبول است، هم قیمت خوب داره و هم به اون ظرافت و زیبایی که شما دوست دارین ساخته شده. زنجیره نقره را بیشتر تو ظریف می باشه. بله. بازی خراب نمیشه زود؟
نه خوره گلم این چون خانم ها خودشان ظریف و کارایشان هم ظریف است. در سیتای نقره ما کار ظریف باشه از زنجیر دبل استفاده نمیشه. اگر دبل استفاده شه بازم ظرافتش از بین میره. به او خاطر که نظر به مو سیت امو زنجیر استفاده میشه. اگر در زنجیر دبل استفاده کنه اون نمودش از بین میره. بله دقیقاً. بسیار عالی. دوستایی رو معرفی کردیم و سیتا که بسیار مقبول اینجا است که رنگ نگینایش مثل یاقوت کبود که میگیم، مثل کبود میگن. رنگ نیلم هم میرقم است، یاقوت کبود هم میرقم است و لاجورد هم تقریبا همین رنگ است. بله بسیار عالی. واقعا امی زرکان که شما نام گرفتین چندین کار است دیگه. مثلا هم به رنگ زمرد است، هم به رنگ یاقوت است و هم به این رنگ است. یعنی هر رنگ که دوستا بخواین برشون پیدا میشه و به مو ظرافت و زیبایی ساخته میشه. این سیت دیگه کاملا متفاوت است. یا سیت خفه بند است. با عروس خانم‌ها سرنید فرمایش دادن بعد شب خینه و عروسی یا میپوشن. مکمل خفه بند است. دختر خانم‌ها هم عروسی یا میتونن بپوشن. بسیار یک سیت ظریف خاص است که شاید در بازار در کابل جورش نباشه. واقعا بسیار مقبول است. قیمت از این باز شاید یا در خانه 5000 4500 شود. بسیار عالی. بسیار نظر به وزنش هست. نظر به وزن است. چقدر شاید باشه تخمینی اگه بگین وزنش؟ 25 گرم شاید به. 25 گرم. بسیار عالی. 25 یا 24 متر شاید به. بسیار زیبا. وطندارای عزیز مطابق سیتا رو معرفی میکنیم و همچنان منتظر خوشخبریام باشین. جلیل جان این سیت بسیار مقبول رنگک یا سمندی داره. اشتباه نکنم. لال پیازی میگن. لال پیازی میگن. رنگ لال پیازی لال بدخشان. بسیار مقبول است رنگش. خب درباره ازی بر ما معلومات بدین. این سیتا که لال پیازی ساخت چین است. از چین ساخته شده. دیزاین تایلند است. منتها در چین ساخته شده. یا هم فرمش مکمل نقره است و نگینش که از زرکون لال پیازی است و رنگ لال پیازی هست. زرکان است. سیتا بسیار مقبول. قیمت از این هم دیگه به مو اندازه دمی حدود 4000 4500 بسیار مقبول است زیبا. بله دوستا و همچنان سیت مکمل از گوشواره انگشتر و دستبند هم داره و این هم یک سیتا که بسیار مقبول نیم سیت برش میگن. این ما در دکاندار برام 4 تکه مشهور است چون 4 توته هست. این یک گوشواره داره یک جوره انگشتر داره لاکتش یک دونه یک نگین داره. بسیار ظریف هم تو خاص و مقبول. این بنام سیتاکای 4 تکه یاد میشه. این چیز است کم وزن است حدودا 10 گرم می 10 گرم می قیمتش تا چند میشه؟ شاید 2000 شاید 2100 بله بسیار مقبول زیبا. ساخت کجاست؟ یا چینایی است. چینایی است بسیار مقبول. دیگه با سلیقه خودم وطنای ماست که ساخت چینه خوش میکنن. تایلند تقریبا تایلند و چین هنگ کنگ یک چیز است. فرق نمیکنن. در بازار کلش به نام تایلندی میشه اکثرا. عزیزا شاید بریدن از این شما میران بارین که طلا در بین نقرا چی میکنه. دیگه این از جلیل جان پرسان میکنیم که چطور در بین نقرای سفید طلای زرد اومده. این نقره ترکیه است. خوب. از ترکیه میایه تازه ما وارد کردیم. این به نام شیر شکر هم یاد میکنن. چون این سه رنگ داره خب هم رنگ نقره داره هم رنگ طلا داره هم رنگ سرخنگک رنگ اصلی طلا. این مکمل آب طلا شده. بسیار خوب. آب طلا شده که رنگ زرد خود چیز داشته باشه اما اصل مغز ازی که است نقره هست. با طلا آبکش شده. و دوستا قسمی که میبینین تفاوت نداره با سیتا طلا. هم ظرافت و مقبولی هم داره و همچنانی که قیمت خوب هم داره. قیمتش ارزان تر است. این حدوداً 5000 افغانی میشه. 5000 تا 5500 میشه. بسیار مقبول زیبا. کسایی که طلا دوست دارن ولی چون قیمت شده نمیتونن بخرن میتونن از اینا استفاده کنن که هم نقره است کیفیت خوب داره رنگش نمیره و هم شیپ و دیزاین بسیار مقبول داره. بسیار خوب. و یا از سیتای بعدی که یک دیزاین بسیار مقبول داره کبوتر است اگه اشتباه نکنم. این مارکه که کبوتر است. این زیاد دختر خانم‌ها خوش میکنن. بله. یک سیتک متفاوت است. عکس کبوتر زیاد مشتری داره. بسیار مقبول و زیباست. ساخت کجاست؟ این تایلندی است. تایلندی است. واقعیت مقبول است. چیز متفاوت و ظریف. این هم دیگه قیمت شاید ارزان تر بیاد. ارزان تر است. این شاید حدوداً 8 گرم 9 گرم میایه. شاید یا خانه 1800 2000 شود. بسیار عالی. بسیار زیبا. و سیت آخری سیت برند که از مارک الوی است. بله. بیشتر دختر خانم‌ها می چیزای برند زیاد خوش میکنن. بله. یا مارک الوی است. مارک تایلندی است. وقت تایلند است.
مکمل نقره هست. بسیار نگینه کاش زرکان صفری هست. آها. فقط نگینی کلان نداره. نگینه صفری هست یا هم قیمتش خانه 2000 میشه. بسیار مقبول و زیبا. وطندارای عزیزم در مورد سیتا براتون معلومات دادیم. بیننده باشین. انگشتر، دستبند و بعضی چیزهای دیگه که در بخش نقره است درباره با هم صحبت میکنیم. ما رو همراهی کنید. دوستای عزیز، قسمی که میبینین سر میز نام خدا از انگشترهای زنانه و مردانه دیزاین‌های مختلف چیندن که هر کدامشون زیبایی خاص خود داره و میبینین بسیار مقبول و زیبا. درباره ازی بر ما بگین یا کجایی هستن انگشترها؟ یا میکس چینده شده. تایلندی و ترکی و چینی مکمل یک جای چینده شده. بسیار خوب. دیگه مکمل انگشترهای ظریف کم وزن و بسیار شیپای نو است. واقعا شیپای بسیار مقبول است. در بین ازیا ترکی کدام است؟ این قطار اول ترکی است. امینا هستن. از اون طرحش دوستا معلوم میشه چون یک طرح کلاسیک دارن. طرح کلاسیک ترکی. بسیار مقبول و زیبا. یا وزنشون چقدر میاد؟ خب حدوداً 3 گرم، 2.5 گرم الا 4 گرم. کلانش 4 گرمه، خوردهش اکثرا 2.5 3 گرم. بسیار خوب. قیمتش هم شاید تا 500 یا 1000 شد. 700 800. اما 2 گرم که به 4500 میشه. 4500. و اگر 2.5 گرم به 5500 میشه. اگر 3 گرم به خانه 700 اما میشه. تو بالا رفتن میره. بسیار مقبول و زیبا. نگینای کلش دیگه زرکان است. زرکونی است. آها. نگینای لابراتوری است. بسیار مقبول و زیبا. اینا هم دیگه وزن میشن، فروخته میشن یا هم ثابت؟ بله، وزن میشه. وزن میشن. بسیار زیباست دوستان. میبینین دیزاین های مختلف که این رسته تمامش ترکی است و در بین از اینا تایلندی و چینایی است. بسیار زیبا و مقبول. اما تو به ظرافت ساخته شدن و در این قسمت هم است بسیار اگزری ها دیگه وزنشون زیادتر است. یا کمک وزن یا 5 گرم من. زیاد نیست. 5 گرم است. 5 گرم و 4 گرم است. بسیار مقبول و زیباست. میبینین اما ظرافت کار واقعا معلوم میشه. بسیار زیبا. قیمت های ازی هم دیگه اونمون چیز است؟ خانه 900 1000 شاید شه. بسیار یک دانش. بسیار زیبا. نظر بسیط باز انگشترها یک ذره قیمت تمام نمیشه؟ نه عین وزن است. عین وزن است. عین وزن است. یا اگر 4 گرم به 200 میشه 800 باز یک 20 بگی 880 روپیه میشه. اگر 4 گرم باشه، اگر 5 گرم باشه 1100 میشه. بسیار خوب. بعض اوقات نقره را که خانم‌ها میپوشن می دست کمک سیاه میکنه. دلیل از او چی است؟ یک خود نقره کدام از خود چیز نداره. خب خانم اینجا که عرق جمع میشه و اکثرا خانم‌ها کریم استفاده میکنن یا یگان مواد دیگه که دست خود استفاده میکنن باز در دویجا که جمع میشه مواد اون مواد خود سیاه میکنه چون نقره هیچ مواد در خود جذب نمیکنه و مواد در روی ازی یک لایحه جور میکنه که سیاه معلوم میشه باز پاک میشه که نوک چادر خودم پاک کنن میشه. اگر در خانه با برس دندان یا کمک آب گرم کمک شامپو یا کریم دندان پاک میشه. بسیار عالی. یعنی قدر کار سخت نداره که مثلا تیزاب زده شو یا چیز دیگه؟ نه هیچ چیز کار نداره. بسیار خوب. و این جنس های کار فعلا آمده خورم سابق که بود جنس ها ساده می آمد. ساده به این معنا که در روی ازی کدام لایحه چیز نمیزدن. اون نقره خالص که بود باز اساس بود در مقابل مواد کیمیایی مثل کریم و عطر و اینا خب اساس بود. خود سیاه امروز یک لایحه پیدا میشد باز رو باید یا صافی میزدی یا مواد شوینده چیزی که پاک میکرد. حالا در روی ازی رودیم کار میکنه. رودیم یک مواد بسیار قیمتی هست به شکل نکلی وارو معلوم میشه. اینمی رودیم که هست بازی مانع میشه. هر چی که کنه باز سیاه مانع هیچ چیز نمیشه. بسیار عالی.
اینیش بسیار خوب است که از این مواد استفاده میکنن که سیام نشه. باز اکثریت کسایی که معلومات ندارن یک کمک که اگه سیاه شود باز فکر میکنن که بدل است. نه تشویش نکنن. حالا فعلا او برطرف شده، یعنی 90% نقره رودیم شده میاد در افغانستان، چون خواهش اکثرا وطندارای ما می است که سیاه نشه. و 10% فقط در این بخش زنجیرها میاد که زنجیرهای ما مکمل ساده میاد، چون اگر رودیم کنیم نکل وارد میشن باز استیل میگن استیل است. یعنی زنجیرهای ما کس یا نقره خالص میان رودیم نمیشه. یا رودیم نمیشن چون اگر رودیم کنه شکل نکل وارد میشه بازاری معلوم میشه میگه استیل است. به او خاطر این نقره چیز میاد کمک زرچه میاد که خالص نقره است. خالص نقره. این رودیم نشده. بسیار مقبول و زیبا. و همچنان انگشترهای مردانه از مردان یک ذره گپش بالاست، از بخاطر گرنگ است. دوستا چون مردا کمک دستاشون کلانتر و بزرگتر است، انگشترهاشون بزرگتر است و بیشتر یک ذره نگینای کلانتر هم استفاده میکنن. اینا کجایی است؟ یا ترکیه است، مکمل مردانه ما ترکیه است. ترکیه میاد و این دیزاینر مکمل در ترکیه میاد و ایرا پسرها یا مردایی که در کابل هستن این دیزاین خوش میکنن. از تایلندی و چینایی هم هست مردانش، اما قدر پسند مردم ما نیستن. چون این کلاسیک است، بسیار خوشدار سی به حساب مشتری زیاد داره این مغازه. و دوستای این یکیشون براتون نشون بدم که این قسمتایش رو میبینین. این رودیم نشده. نه یا رودیم مردانم دیگه. رنگش معلوم میشه که رودیم نشده و اما تو زخیم محکم جور شده و بسیار مقبول هم است. چون آقایان بیشتر اون چیزایی که کم قدامت داشته باشه خوش میکنن. این انگشترها هم تو یک چیز جور شده. یک چیز هست. بله. دوستا میبینیم بسیار مقبول. قیمت‌های از یا باز چه رقم است؟ وزنش یا بساس وزن است یا گرام ارزان تر است. چون مردانه که یک نگینه کلان استفاده میشه و زحمت کارش کم است نظر به زنانه این ارزان تر میشه. 180 روپیه فعلا در پرچم فروش ها هست. بسیار خوب. باز به عمدهش ارزان تر میشه. ارزان تر است. بسیار عالی. اینم از انگشترهای بزرگتر که بیشترم براتون گفتم که از آقایان یک ذره نگینایش بزرگتر و کلانتر است و همچنان بسیار دیزاین‌های مقبول داره اینا. فکر کنم اما پاچه‌های ترکیه بیشتر اکثرا نیام از انگشترهایی که به نام عثمان دم سریال عثمان بودن، بعض انگشتر به نام انگشتر عثمان این چیزا هست، مارکش هست. مارکش هست. بسیار خوب. بسیار زیبا. همون سید سلجوقی‌ها میگن مردم. بله. اکثرا همین انگشترهایشان هست. بسیار زیبا. در انگشترهای مردانه باز مثلا نگینه که زیاد دوست دارن که فیروزه می باشه که یقیق می باشه، ایران باز میتونن که از کشورهای خارج فرمایش بدین جور کنن؟ میشه، اما باز اونا انگشترهایی که در نگینه اصلی کار میشه او یک سبک خاص خود داره. بله. او سبک اکثرا وطنی می باشه که به حساب وطنی بازار پرچم فروشای ما دارن که مثلا یا قوت است یا لاجورد است یا فیروزه است. بازو سبکای وطنی هست که دی دیزاین‌ها بازو معقول نمیاد چون نگینش خرد میباشه. بله. و اگر به این اندازه یک نگین فیروزه یا چی باشه بسیار قیمت هم تمام میشه. این مثلا این انگشتر ما هست قیمت از 2200 افغانی هست. مکمل نقره هست، نگینش هم زرکونیا هست. اگر مثلا فیروزهش تبدیل کنیم فیروزه نظر به مو رنگ و کونه بودن یاش فرق داره. شاید یک عادی ترین فیروزه دمی اندازه باشه قیمت شاید 8000 یا 10000 افغانی باشه. قیمت تر تمام میشه. اینا هم خوب است، زیبایی خاص خود دارن و خوبیش اینمی است که در نقره کار شدن. یک فلز است که فواید بسیار زیاد دارن گفتن امانه. و خصوص برای کسایی که محسن هستن نقره بسیار فایده داره. و عزیزا در این قسمت دستبندام است که کم نزدیکتر میارم. دستبندارم درباره‌شون صحبت میکنیم. طرح‌های مختلف است و همچنان ساعت‌ها که دختر خانم‌ها بسیار دیگه ساعت دوست دارن. و خصوص که باز نقره باشه بیخی برشان یک ذره نازدانه میشه. درباره دستبندام بر ما معلومات بدین. دستبندام از القیاس نقره تایلندی هست، جنسش نقره هست، نگینای سرکونیا هست. بله. این دستبندک دستان است، زنانه هست. زنانه سینگین میگن. سینگین است، شکل قلب داره. شکل قلب داره. بسیار خوب. این هم دیگه قیمتاشون یا وزنشون از چقدر خود باشه؟ شاید حدوداً 4.5 گرم حدوداً 1900 بسیار زیبا. و بعدیش بازم زنانه است؟ هی هم زنانه هست، 35 نگین است. یک شیپک خاص خود داره یا حدوداً 1100
11 نیم ساعت شاید تمام شد. بسیار عالی. با مشتری پرچم. باز اگر فرمایشون بتن فرمایشون میگیرین از مشتریایتان؟ بله باز ما یک بخش دیگه پرچون داریم بله. که هر فرمایشی که خواسته باشن وام میشه. و بسیار اگر عالی. دکاندارای ما کدام شیپ خاص خودم میخواد به دکان خود بخواین که این شیپ به ما بیارین از خارج هم برشان خواسته. بسیار عالی. بسیار زیبا. این مردان است. این دزبند مردان است. این زیربند شنل میگنش. هم شیپ شنل است. برند است. برند است. برند است. نقرش عیارش 925 است یا هم از ترکیه می. قیمت از این شاید چقدر باشه؟ چون بعضی چیزایی که برند میشه یک ذره قیمت مفروشن. نه باز در نقره البته دکان‌های پرچون شاید یکم ظالمی کنن به نام مارک قیمت سودا کنن اما پیش ما مکمل کلش از کارخانه یک اجره میگیره. این باز این زنجیر که است که زنجیر فرق داره. بله. اما عیارش نه اجرهش. این شاید یک 20 افغانی از این که قیمت تر بیاره. قیمت تر بیاره. چون یکم که این نازکتر است دبلتر است شاید به خاطر. بسیار زیبا و مقبول. یا مردان است یا ایش برند است و این دزمند ساده است. 5 گرم این خانه 12 گرم. 12 گرم ماشاءالله. زیاد تفاوت داره. و همچنان ساعت که اینا مکمل نقره است؟ مکمل نقره غیر از ماشینش. غیر از ماشینش. فقط ماشینش اما ماشین خود ساعت است که فلز چیزه هست. اون از نقره جور نمیشه. باقی کاور و دستش و قلفکش کل چیزش نقره است. بسیار زیبا. دختر خانمای عزیز که زیاد ساعت دوست دارن. ساعت ها دیزاین مختلف داره هر کدامش. باز امی دختر خانما که یک چیز دوست داشته باشن خراب شه یک ذره جگرخون میشن. خوب است که نال ساعتای نقرام برآمده میتونین استفاده کنید تا سالهای سال رنگش هم نمیره خراب نمیشه. ان شاء الله رنگش کل به ضمانت است. اگر احیانا ساعتش خراب شه جور میشه. کم از ماشینش نمیره بیرون. بسیار زیبا. دوستای عزیز در قسمت دستبند است که البته اینم روکش طلاست گفته. روکش طلا شیر شکر گفته میشه. این بود ایتالیایی هست. بسیار خوب. ایتالیایی است مارک ایتالیا در زدگی است. یا به نام شیر شکر یاد میشه. یک چوتیش سفید است یک چوتیش زرد است. روکش طلا شده. این طلایش هم است. این ما نقرهش آوردیم. بسیار زیباست دوستان میبینین. امرای همون سیتی که پیشتر معرفی کردیم باز میتونین که رست کنین دیگه انشالله که زنی ورکش میشه. بله بسیار عالی. و اینجا ببخشید دستبندهای مردان است که دیزاین متفاوت داره. اینا هم رودی هم شده است فکر کنم. نه یا ساده هست. ساده هست یکی شقیق داره اون نیگین سیاه داره و حقیق است و اینایش یک پلیتک داره که در پلیتش بعضها نام نوشته میکنن یا بعضها عکس چیز چاپ میکنن میشه. بسیار خوب. این که حقیق داره حقیق اصلی است؟ حقیق اصلی است ترکیه است. بسیار خوب. قیمتش باز؟ قیمتش ارزان است. ما به اساس نقره برشون با دکاندار حساب میکنیم با دکاندار رو در نظر به مشتری هر چی سودا کنه. حقیقش شما حساب نمیکنین؟ نه. بسیار خوب. دوستان میبینین بسیار مقبول و زیبا. عزیزا بیننده باشین ان شاء الله برنامه ادامه داره و منتظر خوشخبریام باشین. وطندارای عزیز سپاس از شما که تا ایدن بیننده برنامه بودین. از اول برنامه براتون ذکر کردم که خوشخبری آل انتظارتان به پایان رسید. قرار است که براتون خوشخبری رو بگم و من مطمئن هستم که از دیدن تصویر خودتان فهمیدین که خوشخبری چی است. بله عزیزا درست حدس زدین. جایزه و یا هم قرعه‌کشی از طرف نقره فروشی المرمر. شما عزیزایی که 500 گرم نقره خریداری میکنین یا بیشتر از اون میتونین که 500 گرم نقره و یا هم خشت نقره که در این قسمت است جایزه ببرین. که البته جل جان این قرعه‌کشی آغاز شده دیگه. آغاز شده ها. ما کسایی که از ما جنس میخرن حداقل 500 گرم بخرن 500 گرم بالاتر بخرن ما یک تیکت قرعه‌کشی برشان میندازیم در صندوق خودشون به دست خود میندازن و روز قرعه‌کشی کلشون رو میخوایم و باز نیم کیلو خشت ما برشان جایزه میدیم. خب اگه بخواین میتونن جنس هم بگیرن. اگر خشت نمیخواین جنس بگیرن جنس میدیم شما. بسیار عالی. و این قرعه‌کشی تا چی وقت ادامه داره؟ ما 2 ماه وقت فعلا مد نظر گرفتیم الا 2 ماه ما پلان داریم که در حدود 2 ماه ما ایره بخیر قرعه‌کشی کنیم. بسیار عالی. مشتری ما بخیر بیان خرید کنن ان شاء الله فرصت
خوب بله. است. وطندارای عزیز حتما بیاین عجله کنین تا برنده جایزه نیم کیلو خشت نقره شوید. سپاسگزارتان هستم. تشکر میکنم از شما همچنان. بسیار زیاد تشکر که ما را در برنامه همراهی کردین. سپاس از اینکه بر ما و بر مردم ما خدمت میکنید. خیر تشکر. خدا شما خیر بده. سلامت باشید. با خرید 500 گرم نقره برنده خشت نقره شوین. سپاسگزارتان هستم عزیزای دلم که بیننده بودین. انشالله که برنامه خوشتان آمده باشه و رسیدیم به آخرین لحظات برنامه و ناگزیر هستم از حضورتان مرخص شوم. منتظر انتقادات، پیشنهادات و کامنت های زیبای شما عزیزا در مورد برنامه هستم و انشالله که مثل همیشه ما را حمایت کنین، لایک کنین، سابسکرایب کنین تا بهترینا رو براتون تقدیم کنیم. این بود برنامه امروز. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.